فقیر به نزد تربوز فروش رفت و گفت یک تربوز از برای رضای خدا به من ده که چیزی برای خوردن ندارم. سوداگر تربوزها را یک یک از نظر گذرانید و از میان یک تربوز خردی نظرناگیر را به فقیر داد. فقیر نگاه به تربوز کرد و چون دانست که هیچ امکان خوردنش نیست، دست بر جیبش برد و مقدار پولی که داشت به تربوز فروش داد و گفت به همین مقدار پول تربوز بده. تربوز فروش تربوزی خیلی خوبی را وزن کرد و به فقیر داد. فقیر هر دو تربوز را به سوی آسمان بلند کرد و گفت خدایا، بندگانت را ببین، این تربوز خراب را به خاطر تو داده است و این تربوز خوب را به خاطر پول. دوستان من، مگر امروز بعضی از سوداگران ما این سوداگری تربوز فروش را نمیمانند که حتی در ماه شریف رمضان خیلی نرخ‌ها را گران کردند.